Lesson 4 درس چهارم. Lesson درس 4 Lesson 4 درس چهارم. Introduction معرفی، شناخت در مورد یکدیگر. Introduction. Introduce yourself. Introduce yourself. خود را معرفی کنید. Introduce معرفی کردن. Yourself خود شما. Introduction معرفی. Introduce yourself خود را معرفی کنید. در اینجا گفتگو بین جاوید و کریم هست. یعنی جاوید و کریم با هم دیگه صحبت میکنن و خود معرفی میکنن به یک دیگه و یکی نسبت به دیگری آشنایی پیدا میکنن. یعنی دو نفری که شناخت ندارن با هم میخوان که معرفی شون و حداقل معلومات نسبت به یک دیگه دریافت بکنند. حالا جاوید سلام میده. های کریم. سلام کریم. Good morning. صبح بخیر. How are you? چطور هستید؟ بعد کریم جواب میده. های جاوید. سلام جاوید. های به معنی سلام و سلامی که دو نفر نسبت به هم دیگه شناخت داشته باشه در این صورت های استفاده میشه. هرگاه دو نفر با هم شناخت یا معرفت نداشته باشه باز هلو به کار گرفته میشه. Good morning. صبح بخیر. Good به معنی خوب. Morning به معنی صبح. How are you? How are you? How به معنی چطور. are به معنی بودن هستن. You شما. چطور هستید؟ How are you? How are you? چطور هستید؟ بعد کریم جواب میده. های جاوید. سلام جاوید. Good morning too. Good morning too. صبح شما هم بخیر. Good به معنی خوب. Morning صبح. To به معنی همچنان. یعنی صبح شما هم بخیر. بعد جواب میده I'm fine. من خوبم. I am fine. من خوبم. I من am هستم. fine خوب. I'm fine. من خوبم. I am fine. I من am هستم. fine خوب. من هستم خوب. یا به شکل بهترش من خوبم. I am fine. And you? And you? ان به معنی و. تلفظ یا حروفش A-N-D. And you. و شما. یعنی شما چطور؟
and you. و شما چطور؟ یا شما چطورید؟ بعد جواب میده thank you. thank you. تشکر از شما. good morning too. صبح شما هم بخیر. I'm fine. من خوبم. and you. و شما چطور؟ یا شما چطورید؟ thank you. تشکر از شما. thank به معنی تشکر و you شما. good morning too. I'm fine. and you. thank you. بعد کریم پرسان میکنه از جاوید و سلام میده اول. های جاوید. سلام جاوید. good afternoon. good afternoon. پس از چاشت شما بخیر یا بعد از ظهر شما بخیر. و جاوید جواب میده های کریم. سلام کریم. good afternoon. پس از چاشت شما هم بخیر یا پس از چاشت شما بخیر. های جاوید. سلام جاوید. good afternoon. بعد از چاشت شما بخیر. های کریم. سلام کریم. good afternoon. پس از چاشت شما بخیر. در اینجا good به معنی خوب. afternoon بعد از چاشت یا بعد از ظهر. after به معنی پس یا بعد. نون به معنی چاشت یا ظهر. afternoon بعد چاشت یا پس از چاشت. این گفتگویی که میان کریم و جاوید صورت گرفته بعد از ظهر است و گفتگوی قبلی که صورت گرفته بود صبح بود. morning صبح. afternoon بعد از ظهر. های کریم. سلام کریم. های جاوید. سلام جاوید. good afternoon بعد از ظهر شما بخیر. پس از چاشت شما بخیر. اینا که اندکی با هم معرفی شدن، آشنایی اندکی پیدا کردن، بعد میگه که ملاقات با شما خوشایند بود یا از ملاقات شما خوشوقت هستیم. It's nice to meet you. It's nice to meet you. خوشحالم که با شما گفتگو کردم یا گفتگو با شما زیبا بود یا زیباست. It's nice to meet you. It is nice to meet you. خوشحالم که با شما گفتگو کردم. It is nice. این زیباست یا زیبا بود. To meet you که با شما گفتگو کردم. meet به معنی گفتگو کردن، ملاقات کردن. you شما. nice زیبا. it is این است. it's nice این زیباست. یا خوشحالم to meet you که با شما گفتگو کردم. طرف مقابل میگه که it's nice to meet you too. It's nice to meet you too. من هم خوشحالم که با شما گفتگو کردم. to
که حروفش تی دبل او هست به معنی هم و همچنان در خیلی از موارد استفاده میشه. نایس زیبا. It's nice to meet you. خوشحالم که با شما گفتگو کردم. It's nice to meet you too. منم خوشحالم که با شما گفتگو کردم. خب وقتی که معلومات ابتدایی بین دو نفر شریک شد و اینا نسبت به هم دیگه آشنا شدن، نام و مشخصات یکدیگر را دانستند، بعد سوالات بیشتری میپرسن نسبت به اشیایی که در ماحولشان یا در اطرافشان موجود هستند، مانند نقشه و تخته. مثلا در یک محیط درس، محیط مکتب، چیزایی که در اطراف افراد می باشه، مثلا نقشه است و تخته است و مارکر است و اینها. در این رابطه اینا با هم محاوره و گفتگو می کنند. Ask and answer questions. Ask and answer questions. پرسش و پاسخ نمایید. یا نسبت به موضوعات از یکدیگر بپرسید. Ask پرسیدن and و answer جواب دادن، پاسخ دادن. questions سوالات. question سوال، questions سوالات یا پرسش ها. ask and answer questions پرسش و پاسخ نمایید. Is this a map؟ آیا این یک نقشه است؟ map نقشه جغرافیایی کشورها. Is this a map؟ آیا این یک نقشه است؟ is به معنی است، this به معنی این، a به معنی یک، map به معنی نقشه. Is this a map؟ آیا این یک نقشه است؟ نقشه جغرافیایی است. باز در جواب میگه که No, it is not a map. نه، این یک نقشه نیست. No, it's not a map. نه، این یک نقشه نیست. It is a board. It's a board. آن یک تخته است. یا این یک تخته است. map نقشه، بورد تخته. خب در اینجا سوالات گزینه سومی هم پیدا کرده. یکی پرسش است و دیگه پاسخ است، اما دو تا پاسخ در اینجا داده شده. یک پرسش، دو تا پاسخ که یک پاسخ منفی است و پاسخ دیگه مثبت است. یعنی جواب درست و جوابی که نیست، چیزی که پرسیده شده در موردش منفی است. بنان دو تا جواب یا دو تا پاسخ داده شده، یکیش منفی و دیگهش مثبت. یعنی در برابر یک پرسش جواب منفی و جواب مثبت داده شده که ما بتانیم در صحبت‌های خود جوابات منفی هم داشته باشیم یا یاد بگیریم که جوابات منفی را هم نسبت به اشیا چگونه ارائه بکنیم. Ask and answer questions. پرسش و پاسخ نمایید. Is this a map؟ آیا این یک نقشه جغرافیایی است؟ No, it is not a map. نه، این یک نقشه نیست. It is a board. آن یک تخته است. map نقشه، board تخته.
Is that a book? آیا آن یک کتاب است؟ Is that a book? آیا آن یک کتاب است؟ No, that's not a book. نه، آن یک کتاب نیست. It is a notebook. آن یک کتابچه است. Is that آیا آن است a book یک کتاب؟ Is that a book؟ آیا آن یک کتاب است؟ No, that's not a book. نه، آن یک کتاب نیست. No پاسخ منفی است، یعنی نبودن نشان میده. No, that's not a book که باز در اینجا دو تا منفی کلمه استفاده شده، یکی no و دیگه not. It's a notebook. It's a notebook. آن یک کتابچه است. Is that a book? Is that a book? No, that is not a book. It is a notebook. Is that a book? آیا آن یک کتاب است؟ No, that's not a book. نه، آن یک کتاب نیست. It is a notebook. آن یک کتابچه است. پرسش و پاسخ ادامه پیدا میکنه و در مورد چیزهای دیگه که در یک محیط مکتب پیدا میشه، در یک محیط درس پیدا میشه، هم در موردشان پاسخ و پرسش مطرح میشه. Is this a ruler? Is this a ruler? آیا این یک خطکش است؟ No, it's not a ruler. نه، این یک خطکش نیست. It is an eraser. It is an eraser. این یک تخته پاک است. Eraser تخته پاک. Ruler خطکش. Is this a ruler? آیا این یک خطکش است؟ Is this a ruler? No, it is not a ruler. نه، این یک خطکش نیست. No, it is not a ruler. It is an eraser. این یک تخته پاک است. It's an eraser. این یک تخته پاک است. ruler خطکش. ruler خطکش. R U L E R. R U L E R. ruler. eraser تخته پاک. E R A S E R. eraser. Is it a bag? آیا این یک کیف است؟ Is it a bag? آیا این یک کیف است؟ No, it's not a bag. نه، این یک کیف نیست. It is a globe. این یک نقشه جهان است. این یک نقشه جهان است. Is it a bag? Is it a bag? آیا این یک کیف است؟ No, it is not a bag. نه، این یک کیف نیست. It is a globe. این یک نقشه جهان است. نقشه کره‌ای جهان. bag به معنی کیف یا خریطه. B A G bag.
BAG back. گلوب به معنی نقشه کره‌ای جهان. GLOBE گلوب. GLOBE گلوب. GLOBE گلوب. ایزیده گلوب. این یک نقشه کره‌ای جهان است. Words pronunciation. Words pronunciation بیان واژه ها یا تلفظ کلمات. حالا کلمات یا ورد هایی که در این درس خوانده شدم اینا رو تلفظ میکنیم و معنی هر کدامشه بیان میکنیم و در مواردی که لازم شد حتی اسپیل هم میکنیم یا حروف هر کدامی از کلمات جدا جدا بیان میکنیم. introduce معرفی یا معرفی کردن. INTRODUCE introduce. yourself خودت. yourself خودت. YOURSELF good بخیر خوب. good بخیر خوب. GOOD GOOD morning صبح. morning صبح. MORNING morning صبح. fine خوب. fine خوب. FINE thank تشکر. thanks تشکر. THANKS afternoon afternoon پس از چاشت. AFTERNOON nice زیبا. nice زیبا. NICE nice. meet گفتگو کردن. meet گفتگو کردن. MEET یا MEET meet گفتگو کردن. ask پرسیدن. ask پرسیدن. ASK answer پاسخ دادن. answer پاسخ دادن. ANSWER answer پاسخ دادن. question question پرسش. QUESTION question پرسش. map نقشه. MAP map نقشه. board 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 تخته. board تخته. notebook notebook کتابچه. notebook کتابچه. NOTE 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 BOOK
K. نوتبوک کتابچه. رولر خطکش. R U L E R خطکش. رولر خطکش. eraser تخت پاک. eraser تخت پاک. E R A S E R. back کیف یا خریطه. back B A G. گلوب G L O B E. گلوب نقشه کره جهان. گلوب